حديث نمبر 13. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم بهترین شما من کسی است که تعلم القرآن که قرآن یاد بگیره و علمه و او را برای دیگران هم تعلیم بده. پس از این حدیث شریف ما شما درس میگیریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بهترین انسان ها را معرفی میکنه. یعنی بهترین انسان در جامعه کی هست؟ کدام مسلمان بسیار خوب و بهترین است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین انسان ها کسی است که اول خودش قرآن یاد میگیره. اگر کس قرآن یاد میگیره ای باز بهترین انسان ها میشه. و دوم صفت چی است که وعلمه و ای قرآن برای دیگران هم تعلیم میده. یه حدیث امام بخاری روایت